ترفندی شگفت‌انگیز برای ساخت یک تراز لیزری خطی دقیق و ارزان در خانه با استفاده از یک موتور کوچک و آینه. برش نوک یک خودکار و اتصال آن به محور موتور به عنوان رابط مکانیکی. چسباندن یک آینه کوچک در پشت بدنه موتور جهت چرخش همزمان با شفت. نصب و تثبیت موتور روی یک قطعه چوب کوچک با استفاده از چسب حرارتی یا صنعتی. مونتاژ مدار الکتریکی شامل جاباتری، کلید قطع و وصل و لحیمکاری دقیق سیمکشی. نصب پایه نگهدارنده و تثبیت پوینتر یا همان ماژول لیزر با استفاده از پیچ و مهره. تنظیم موازی بودن پرتوی لیزر با زاویه بازتاب آینه متحرک. قرار دادن باتری‌ها و روشن کردن کلید مدار برای راه‌اندازی مکانیسم چرخشی. تبدیل نقطه نورانی ساده لیزر به خط تراز افقی یک نواخت روی دیوار به کمک بازتاب چرخشی آینه. استفاده از این ابزار دستساز دقیق به عنوان تراز لیزری کاربردی در پروژه‌های فنی و ساختمانی. به این تراز لیزری دستساز و خلاقانه از 1 تا 10 چه امتیازی میدی؟